حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك، حبا نقيا صافيا. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك، حبا نقيا صافيا. جناب آقا عثمان عزیز پشت خط هستند. برادر گرامی بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. پندارهای شهوت در باور این قوم نه تنها مجاز است بل حتی ثواب دارد. میثاقهای ساعتی بین زن و مرد در این قبیله وحشی اجر بسیار دارد. صیغه، متعه کلماتی هستند که اگر در جمع تشیع تلفظ بشوند صداها خفته می شوند، گوشها سراسر گوش می شوند، چو پوز سگان بو می کنند که صدای متعه از کدامین سو می آید. کی می خواهد صیغه شود تا اجری نصیبش گردد؟ تا جایی که مجلس شورای نااسلامیشان با وقاحت تمام صیغه را تصویب می کند. می گویند برای ارضای مردهای متأهل این کار لازم است. حالا اگر جوان مجردی بود با ترفندهای شیطانی در لفافه‌اش میپیچاندید، اما مگر مرد متأهل زن ندارد؟ اگر مرد زن را لباس خود بپندارد و زنان دیگر را لباس شوهرانشان ببیند، طبعا این حد که حرمتها و نابودی خانواده ها هم کنسل می شود. اگر همه به آنچه که دارند قانع باشند و به پاس احترام ناموسشان ناموس مردم را احترام کنند، شیطان هم شهوتها را قلقلک نمی کند و شهوتهای شیطانی در نطفه خاموش می شوند. اما وقتی در مشهد زنانی که هر کدام هم بچه‌ای در بغل دارند و زائرین امام رضا را به خوابهای صیغه‌ای ساعتی و نیم ساعتی دعوت می کنند، این حرفها هم کمرنگ می شوند. حتی استحمام بعد از این زنای شرعی شده را مقدس می دانند، بدین معنا که قطرات آبی را که این نجاست و پلیدی و همخوابی حرام را قطره قطره تقسیم بندی می کنند و آنها را به تعداد قطرات آب در زمره حسنات شخص می گذارند. نستعین بک یا رب. قبل از ادغام کمیته، شخصی که سلمان احمدی نام دارد در اهواز به پست رئیس منکرات کل استان منصوب می شود. ایشان از طرف نماینده ولی فقیه آقای جزایری به سلمان فارسی صحابی ملقب شد. ایشان به زمانش فیلم های احتیاجات جامعه نگاه می کند. دیدن این فیلم های مستهجن همانا و خودش مستهجن و زباله شدن همان. در طول مدت تصدی این پست قریب 200 دختر نگونبخت را به بهانه ارشاد اسلامی بازداشت می کند و در نهایت خوی توحش و ددمنشی به آنها تجاوز می کند. این همه دختر دم بخت را سیاه بخت می کند که از لابلای آنها دختری که فرزند یکی از عالی جنابان این جمهوری نامبروک آخوندی بود قضیه دخترش را پیگیری می کند و این قضیه مثل بمب منفجر می شود و بعد هم به وسیله آیت الله ها صدایش می خوابد. این سونامی شهوت در معتقدات تشیع غیر قابل مهار است، چرا که این حضرات صیغه را جزء لا ینفک معتقدات دینی و می دانند که عمل به آن انسان را جزء اولیاء و صالحین و ابرار قرار می دهد. اما تعجب آور این که اینها چرا نمی گذارند مادرانشان، خواهرانشان، دخترانشان به صالحین و ابرار ملحق شوند تا شمعی اجر و ثواب نصیبشان گردد. مال مردم مال خودشون بیت الماله. سالهاست به این سنفونی تجاوز به عنف و تجاوز به شأن و کرامت زن و حد که حرمت خانواده ها را به اسم صیغه بر باورهای زود باور شیعیان مسکین می نوازند. علمایشان بهشان می گویند هل تريد ان تدخل الجنه فتمتع یا حبیبی فتمتع، می خواهی با ما به بهشت وارد شوی؟ صیغه کن. متعه جواز ورود به بهشت است. این شخصیت های آخوندی غیر روتین این ابتذال در اخلاق و فسادت سرشت را مقدس و خدایی جلوه می دهند، حرام خدا را حلال می کنند و با وقاحت و بیشرمی می گویند خدا گفته. این مافیای قتل شخصیت و تجویز بسترهای نکبت
به وفور در مراسم عزاداری و حسینیه های فرسوده فکری یافت می شوند، تا جایی که یکی از مداحان به نام این مجموعه می گوید اگر زنی در مجلس امام حسین باردار شد هیچ ملالی نیست، بل ثواب و اجر خدایی دارد. چرا از شخصیت امام حسین هزینه می کنید؟ منجلاب تعفن در بسترهای حرام را توجیه می کنید؟ جنینهای شهوت در شبهای عاشورایی را به امام حسین نسبت می دهید؟ آخر چرا این شخصیت فرهیخته را موافق امیال شیطان شهوتی خود جلوه می دهید؟ آیا نعوذ بالله خانواده امام علی علیه السلام موافق صیغه بودند و این کار را برای حصول اجر و ثواب بر خانواده خود برمی تابیدند؟ باید بر پیشانی هایتان داغ ننگین عار و فقدان شرافت زده شود که خانواده جلیل و شأن امام علی و فرزند شهیدش را لکه‌دار می کنید. در جامعه‌ای که صیغه پایه و اساسش را تشکیل می دهد آیا امنیت شرف وجود دارد؟ آیا در جامعه‌ای که به سادگی ناموس جلیل و شأن پیامبر حق و حرمت می شود و نسبت‌های ناروا به امهات المؤمنین داده می شود آیا ناموس افراد عادی مسون خواهد بود؟ آیا این خانواده ها قادرند دختر 5 سالشان را به صف نانوایی بفرستند؟ آیا در این جامعه منحط دختران طالب علم می توانند مدرسه بروند؟ آیا تا حالا 2 گنجیشک را در هوا دیده اید که جیکشان در آمده و با همدیگر دعوا می کنند؟ گنجیشک ماده فرار می کند چون می داند که این شوهرش نیست و گنجیشک آخوند صفت سمت دست بردار نیست. آیا می دانید در لقاحکده های حیوانی اگر گاوی را برای تکاثر نسل پیش سور یا گوساله نر ببرند و این گوساله نر اگر بو ببرد که شمه ای از نژاد و همخونی این گاو را دارد قادر به لقاح نخواهد بود؟ وقتی که این تکریم خانوادگی در حیوانات و چرندگان و پرندگان لحاظ می شود آیا شما از حیوانات کمترید؟ و خیلی آیاهای دیگر را به وجدان بیدار شیعیان منصف می سپاریم. من الله التوفیق. جزاکم الله خیر. تشکر می کنم از برادر عزیزمون آقا عثمان. حين ولدت أعطيتني قلبا صغيرا خاليا ملأته حبا لك حبا نقيا